خوش اومدیم به ویدیو امروز اومدیم به ارتفاع 3884 متری بام استان آذربایجان قله جنوار. خب روز بخیر دوستان، ما داریم میریم ساعت تقریبا 5 منتظریم که ماشین بیاد و بریم که قراره بریم جنوار داخل. همچنان منتظر، البته اومدیم میدان انقلاب دی آزاده، میدان انقلاب، میدونی که سمت اردبیل میره. راستی من تو شهر سرابم، شبم گفتم تو ایرانم، قراره با هواپیما بریم. از اینجا تا روستای حیدرآباد 40 کیلومتر راه، اونجا رو قرار بریم. بعدش هم اومد ماشین، بعدش هم با نیسان آبیا یا پاترول یا هرچی یه مسیر خاکی داریم که اونجا هم باز بهتون اطلاعات میدم. بریم سوار ماشین شیم. خب رسیدیم روستای حیدرآباد، آخرین روستای مسیر. بعد از اینجا قرار سوار نیسان بشیم، نیسان آبیا، بعد بریم سمت مسیرمون. حالا فعلا کنار پناهگاه نشستیم، پناهگاه هم داخل روستاست، البته پناهگاه نه دیگه، قرارگاه بهتر بگیم. آره، بعد اینجا هنوز تکمیل نشده چون تازه ثبتش کردن به اسم استان. قبلا اینجا رو استان اردبیل بود، بعد حالا هیئت کوهنوردی و دیگه نمیدونم بقیه مسئولین، اسمشون رو نمیگم که حالا ارتباط نشه در حق کسی، تلاش کردن به اسم استان آذربایجان شرقی اینجا رو ثبت کردن. خب صبحونمون رو خوردیم. یه دوست جدید پیدا شده. اونجا هم گوسفند دارن میبرن. وقتی همچین جایی میان، حالا همچین جایی هم نه، برای صبحونه سعی کنین چیز شیرین نخورین. میگه حالا مگه میشه؟ آره میشه، چون صبح یا همون صبح هم نباشه وعده اول، موقع وعده اول بدن به انسولین مقاومه و دیر جذب میشه به بدن، برای همون ممکنه دچار افت قند یا افت فشار بشین. البته این بیشتر برای کسایی صدق میکنه که مشکل دارن دیگه، حالا مشکل فشار دارن، مشکل دیابت دارن، ولی کسایی سالم هستنم
بهتره که این کارو بکنن. در کل پیشتون یه چیز شیرین قوی مثلا چی ارده و شیره یا مثلا عسل و کره یا همچین چیزایی پیشتون باشه که حالا دچار افت فشار شدین یا افت قند شدین، اینا خوب عمل میکنه. خب چند تا از هم نوردمون اومدن دیگه. اینجا وقتی میایم کوه دیگه غریبه مریبه نداریم، همه اینجا هم نوردن، با هم دوستن، قراره با هم همکاری کنیم، هم دیگه بریم قله. سوار شدیم، یکم با آقای راننده بحث کردیم، گفت باید 12 نفر بیاد ولی ما 6 نفر بودیم. حالا سوار ماشین شدیم داریم حرکت میکنیم. فکر کنم باید دستکشم بپوشم چون هوا سرده و سعی میکنم تو مسیر هم ویدیو بگیرم، امیدوارم که بتونم بگیرم. ساعت 8 ما مسیر پیاده روی شروع کردیم. یعنی دیگه بقیهش چی میشه دیگه. اونجا هم قراره به ما حمله بشه، سگا حمله کنن یا. خب رسیدیم تیغه مسیر پاکوب. مسیر پاکوب جاییه که مسیر اصلی پیاده روی دیگه. حالا ما از این سمت اومدیم از این پای، ما رو تو یه سطح هموار است که اشاعره اونجا اتراق کردن، اونجا به اونجا میگن علایالدین. اونجا پیاده شدیم. حالا اینجا از یه تپه از یه مسیر اومدیم بالا که جزء مناطق بکر حساب میشه، یعنی مناطق دست نخورده، کسی اسمی نذاشته براش. شما قراره 3 تا ویدیو قبل این ببینیم بعد این بیاد، یعنی امروز 16 شهریور 17 شهریور نمیدونم 16 فکر کنم 17 جمعه، امروز جمعه 17 شهریور. این سمتی که میبینی بالاش ابر اردبیل و سرین و نیر و اینجور داستان. این طرف که ابر نیست میره سمت سراب تبریز. یه چیز خیلی جالب، فکر نکنید اینا خود به خود میان اینجا. اینا یه مرتبه من میام گوسفندانم اینجا میچرونم، اینا پروانه میگیرن، اجازه میگیرن از دولت یا از هر نهادی، از منابع طبیعی، از پشت سرنه گفتم منابع طبیعی اجازهشون صادر میکنه، بعد میان اینجا گوسفندشون رو میچرونن. اگه صدامو ندارین یعنی صدای باد دارین. تیغه همینجاست. حالا ما راه داریم دیگه تا روی قله. دانش قله خیلی راه داریم هنوز. خب دیگه از اینجا به بعد هوا یکم سرد شد.
بعد یه نکته، اگه کسایی که میخوان بیان اینجا، حالا بچهای محل اکثرا اشتباه میکنن. یعنی اینجا یه نقطه بلندی هست، فکر میکنن قله اونجاست، میان میگن آره اومدیم قله 2 ساعته اومدیم و برگشتیم تمام شد. نه، الان نشون میدم که ببینید که قله اونجا نیست. اکثرا فکر میکنن اینجا قله است، ولی در حالی که قله نیست. باید اینجا رو رد بشیم، بعد اینجاست. دیگه اینجا هم نزدیک سبلان شدیم. اینجا قله‌مونه، ارتفاع 3884 متر. الان آقا داوود یه شعر نوشته تو جوونی، حالا ادبیاتم خوندن. نه بابا، الان بالاخره بچه بودن شعر نوشتن، الان جوونه، اینطوری بگم بهتره. اینو میخوام برامون بخونه. بله. Hani gemler salıp zanlan bugün dünyanı dar eyler. Hani gemler salıp zanlan bugün dünyanı dar eyler. Bu dar dünyada kaldıkça bu gönlüm ahuzar eyler. Bu mehnetten beni ya Rab reha kılmak sana asan. Beni kurtarcı canım gemde Afganu nezar eyler. Gözüm yaşı axır çaylar kimi solmuş yanağımdan. Qəmi canandı ki göz yaşımı gözdə araz eylir. Burada Səlim deyir ki, ilahi səbri əyyub istəyər məşuqə əl tapmaq. Çata ya çatmıyor, əl hər zamanda naz diyar eylir. Sağ olun. تشکر میکنم از آقا داوود عزیز که بالاخره لطف کردن، افتخار دادن تو این ویدیو، از شعراشون برامون خوندن، ما هم استفاده کردیم دیگه. امیدوارم شما هم استفاده کنید. خب حالا یه مرحله موندیم به آخر. دیگه حالا نشمردم تیغا رو، اینجا هم رد کردیم. بعد این گله مونده، یکم شیبش تنده. یه کم کم داریم وارد مرحله آخر میشیم. نمیدونم صدامو دارین یا نه، باد خیلی شدیده. بریم اونجا دیگه. فکر نکنیم تو مسیر سربالایی ویدیو بتونم بگیرم، چون شیبش خیلی تنده و باید انرژیمو نگه دارم. بعدش یه قله رو ببینیم دیگه. اونجا هم قراره ویدیو اینترو رو بگیرم. بالاخره رسیدیم، قله رو فتح کردیم. یه پراکش هم میبینین. حالا برمیگردونم نگاه میکنین اینجا. خسته نباشید. شما هم راه خسته نباشید اگه تا اینجا دیدید. لایک کامنت حساب یادتون نره. شما اینجا رو نگاه، من ترس از ارتفاع دارم اینجا. برگردونم نگاه کنید. خوبی داره. پیشنهاد میکنم که حداقل یه بار تجربه کنین. بچه‌ها که تو شهرین یه بار امتحان کنین. خب اینم از ویدیوی امروز. خیلی ممنون که تماشامون کردید. منم دیگه خستم، یه راه برگشت رو نمیگیرم دیگه. اومدن دیدیم مسیر رو. دوستتون دارم. لایک کامنت حساب یادتون نره. بدرود.